سلام، وقت شما بخیر. با جلسه هفتم از درس مبانی ترکیبیات در خدمت شما هستم. خب بپردازیم به یک تعریف. فرض بفرمایید آ یک مجموعه و آر رابطه‌ای روی اون باشه. در این صورت زوج مرتب آ و آر رو اصطلاحاً میگیم یک مجموعه جزءاً مرتب اگر آر یک رابطه ترتیبی جزئی روی مجموعه آ باشه، یعنی آر دارای 3 خاصیت انعکاسی، پاد تقارنی و تعدی روی آ منظور شده باشه. خب با توجه به تعریفی که ملاحظه می‌کنید، ما برای یک مجموعه جزءاً مرتب یک زوج مرتب یک مجموعه و یک رابطه ترتیبی جزئی روی اون مجموعه داریم. پس اگر گاهن ما مثلا میبینیم در بخشی از مسائل مرتبط با این موضوع، مثلا به مجموعه آ میگن مجموعه جزءاً مرتب، در واقع اتفاقی که افتاده این هستش یک رابطه ترتیبی جزئی روی آ به اسم آر چنان موجود هست در واقع که این زوج مرتب آ و آر هست که به عنوان مجموعه جزءاً مرتب معرفی میشه و ما به اختصار اومدیم و مجموعه آ رو به عنوان مجموعه جزءاً مرتب معرفی کردیم. خب بریم یه مثال ببینیم. مثال اول ما مجموعه آ رو داده شامل اعداد 1 2 3 و 4 و آر رو روی آ به این صورت تعریف کرده. مثال 1 که هر دو عضو x و y رو در آ بگیرید، میگیم زوج مرتب x و y عضوی از رابطه آر هست، بدین معنا که مؤلفه اول مؤلفه دوم رو عاد میکنه. خب من اگر بخوام با توجه به تعریف آر روی مجموعه آیی که در این مثال ارائه شده اعضای رابطه آر رو مشخص کنم، خواهم داشت شامل زوج مرتب 1 و 1 2 و 2 3 و 3 4 و 4 1 و 2. بحث عاد کردن مؤلفه اول نسبت به مؤلفه دوم. 1 و 2 1 و 3 1 و 4 و 2 و 4. اینم کلیه اعضای حاضر در رابطه آر با تعریفی که در این مثال روی مجموعه آ لحاظ شده. خب با یه بررسی خیلی ساده متوجه میشیم که این رابطه آر یک رابطه ترتیبی جزئی هست، یعنی دارای 3 خاصیت انعکاسی، پاد تقارنی و تعدی هستش. بنابراین مجموعه، پس من اینجا می نویسم ترتیبی جزئی، بنابراین مجموعه آ و آر در این مثال یک مجموعه جزءاً مرتب محسوب میشه. خب این از این. بریم یه تعریف تحت عنوان تعریف نمودار حاسه داشته باشیم خدمتتون. تعریف نمودار حاسه. خب فرض کنیم مجموعه جزءاً مرتب آ و آ رو داشته باشیم. میایم گراف سودار وابسته به این مجموعه جزءاً مرتب به اسم G رو در نظر میگیریم و طوری مؤلفه های مربوط به و طوری رؤوس و در نهایت یال های مرتبط به این گراف سودار که از این مجموعه جزءاً مرتب هست رو لحاظ میکنیم که
گراف جی ما در نهایت به گونه دیده بشه که تمامی جهت ها از پایین به بالا مرتب شده باشه. خب اینو با چرخش های لازم میشه دقیقاً تنظیم کرد و قطع به یقین هر گراف سوداری مربوط به هر مجموعه جزء مرتبی که لحاظ شده باشه، این طرز در واقع چیدمان رؤوس و در نهایت یالها که جهت ها از پایین به بالا در نهایت دیده بشه کاملا قابل انجام هستش. خب وقتی که این کار رو انجام دادیم، خب من بقیه قسمت های تعریف رو خدمتتون توضیحی ارائه میدم. وقتی این کار رو انجام دادیم، یعنی جی رو در نهایت ما از لحاظ دیداری اینطور دیدیم که تمامی جهت های یالهای جهت دارش از پایین به سمت بالا هستش. 3 مرحله کار باید برای رسیدن به نمودار حاصل مربوط به این مجموعه جزء مرتب انجام بدیم. مرحله اول حذف طوقه هاست. مرحله دوم حذف نتایج قاعده تعدیه. و مرحله سوم حذف تمامی جهت هاست. به این ترتیب ما با انجام این 3 مرحله با انجام این 3 مرحله در نهایت از روی گراف سودار ژ وابسته به مجموعه جزء مرتب آ و آر با اون چیدمان توضیحاتی که خدمتتون دادم، با تاکید میکنم که تمامی جهت‌های جی از پایین به بالا چیدمان شده، در این صورت این 3 مرحله رو که انجام بدیم به نموداری برای مجموعه جزء مرتب آ و آر میرسیم که اصطلاحاً بهش میگیم نمودار حاصل این مجموعه جزء مرتب. بریم مثال ببینیم برای این نمودار. مثال 1 رو که چند لحظه پیش خدمتتون ارائه دادم اگر در نظر بگیریم و گراف سودار جی وابسته به مجموعه جزء مرتبه، این مثال رو اگر بیایم با اون چیدمان بحث جهتدار بودن یالهای جی از پایین به بالا لحاظ کنیم، به یه همچین گراف سوداری میرسیم. این طوقه هستش که روی رأس 1 در واقع قرار میگیره و ما قبلتر از اینها گفتیم خدمتتون که طوقه ها میشه براشون جهت در نظر نگرفت، یا میتونید پاده ساعتگرد بگید یا ساعتگرد، که من جهت رو حذف کردم برای طوقه ها. از 1 به رأس 3 یه یال جهت دار داریم که خود این رأس 3 هم یک طوقه داره. از 1 به رأس 2 یال جهتدار دیگه ای داریم که این هم یک طوقه داره. از 2 به 4 باز یال جهتدار دیگه ای داریم. و از 1 به 4 هم یال دیگه ای داریم که جهتدار هستش. خب بریم و نمودار حاصل مربوط به این گراف سودار رو مشخص کنیم. عرض کردم اولین کاری که انجام میدیم حذف طوقه ها هستش، بنابراین من طوقه ها رو حذف میکنم و بعد حذف نتایج تعدی. الان از 1 به 2 ما ارتباط در واقع بین رؤوس رو داریم به حالت جهتدار. از 2 به 4 هم موجود هستش. از 1 به 4 در واقع نتیجه به کارگیری قاعده تعدی هست، پس این یال به همراه جهتش کاملا حذف میشه. و تو مرحله آخر هم که جهت‌های مربوط به
یالهای باقی مانده رو حذف میکنیم و این میشه نمودار حاصل مربوط به مثال یک ما و تمام. خب من یه نکته بگم قبل از اینکه به مثال بعدی بپردازیم. فرض بفرمایید که آ و آر یک مجموعه جزءاً مرتب باشن. عرض به خدمتتون که بی رو هم یک زیر مجموعه از آ در نظر بگیریم. در این صورت مجموعه B و در واقع زوج مرتبه مجموعه B و حاصل ضرب کارتزین B در B اشتراکش با رابطه R در واقع یک مجموعه جزءاً مرتبی هست که به واسطه رابطه آ روی مجموعه آ برای زیر مجموعه B از آ الغا شده. خب این هم از این نکته. خب بریم و مثال بعدی رو ببینیم. مثال سوم. در این مثال ما مواجه هستیم با این مجموعه جزءاً مرتب. زوج مرتب پاور مجموعه 3 عضوی 1 2 3 و رابطه زیر مجموعه بودن. این یه مجموعه جزءاً مرتبه. برای تعیین نمودار حاصل یک راهش این هست که در واقع طبق تعریف یک راهش این هستش که بیایم و گراف سودار مربوط به این مجموعه جزء مرتب رو بنویسیم و بعد با اون گراف سودار شروع کنیم و مثل مثال قبلی بیایم و مراحل سگانه برای رسیدن به نمودار حاصل مرتبط با مجموعه جزء مرتب مثالمون رو به دست بیاریم. راه دیگه‌ش هم این هست که مستقیما بریم سراغ تعیین نمودار حاصل مربوط به مجموعه جزء مرتب مد نظر. عرض به خدمتتون که در واقع میشه گفت تمامی اعضای پاور مجموعه 3 عضوی 1 2 3 عبارتند از زیر مجموعه های 0 عضوی از مجموعه 1 2 3 زیر مجموعه های 1 عضوی از این مجموعه، زیر مجموعه های 2 عضوی از این مجموعه و زیر مجموعه 3 عضوی از این مجموعه که خود مجموعه هستش. بنابراین من با توهی شروع میکنم. در پایین ترین جایگاه نمودار حاصل توهی رو قرار میدم. این میشه تنها زیر مجموعه 0 عضوی از مجموعه 3 عضوی 1 2 3. بعد میریم سراغ زیر مجموعه های 1 عضوی. 3 تا زیر مجموعه 1 عضوی داره. تو لول بالاتر این 3 مجموعه رو لحاظ میکنیم. مجموعه تک عضوی 1، تک عضوی 2 و تک عضوی 3. بعد زیر مجموعه تو لول بالاتر زیر مجموعه 2 عضوی رو در نظر میگیریم و تماما مشخص میکنیم. زیر مجموعه در واقع 2 عضوی 1 و 2، زیر مجموعه 2 عضوی 1 و 3 و زیر مجموعه 2 عضوی 2 و 3. و مورد آخر این که زیر مجموعه های 3 عضوی مجموعه 3 عضوی 1 2 3 رو مشخص میکنیم که یک مورد بیشتر نیست، اونم خود مجموعه مورد نظره. خب الان توهی زیر مجموعه تک عضوی 1، همینطور برای تک عضوی 2 و تک عضوی 3. به این ترتیب 3 تا یال به طور ضمنی سودار که جهتاشون از پایین به بالا هستش رو به صورتهایی که ملاحظه میکنید در نظر میگیریم. بعد این تک عضوی 1 زیر مجموعه 2 عضوی 1 2 و زیر مجموعه 2 عضوی 1 و 3 هستش. برای 2 هم تک عضوی 2 هم یالهای مربوطه رو در نظر میگیریم به این ترتیب و برای تک عضوی 3 هم یالهاش که به طور ضمنی سودار هستن به این صورت لحاظ میشن. خب
عرضه به خدمتون که بله، حالا بریم برای زیرمجموعه های 2 عضوی نسبت به زیرمجموعه 3 عضوی. این هم از یالهای مربوط به هر کدوم از این زیرمجموعه های 2 عضوی در مقایسه با 3 عضوی که تماماً به طور ضمنی سودار از پایین به بالا هستند و تمام ما تونستیم نمودار حاصل مربوط به در واقع مجموعه جزء مرتب مثال 3 رو خدمتتون ارائه بدیم. خب بریم برای مثال 4. مجموعه آ رو با این اعضا در نظر میگیریم: 1 2 4 و 8 و رابطه عاد کردن. در این صورت مجموعه در واقع زوج مرتب آ، این هم نماد عاد کردن هست و رابطه عاد کردن روی مجموعه آ رو به عنوان یک مجموعه جزء مرتب قطعا خواهیم داشت که البته شما میتونید به راحتی، چون تعداد اعضای آ کم هست، دقیقاً 4 تا هستش، به راحتی اعضای رابطه آ رو مشخص کنید. حالا من برای اینکه قالب کلی نوشتارمونم رعایت کنیم، اگر رابطه عاد کردن رو به اسم آر نمایش بدیم، در این صورت مجموعه آ و عاد کردن میشه در واقع به عنوان یک مجموعه جزء مرتب میشه زوج مرتب آ و آر. حالا میام و نمودار حاصل رو به طور در واقع مستقیم ترسیم میکنم. یه راهش عرض کردم تو مثال قبلی هم گفتم خدمتتون که یه راهش این هست که شما بیاید گراف سودار مربوط به مجموعه جزء مرتب مثالتون ترسیم کنید، بعد 3 مرحله بحث حذف توقع ها، حذف نتایج تعدی و حذف جهت ها رو انجام بدید و از روی گراف سودار مورد نظر که البته جهتاش از پایین به بالا تنظیم شده باشه، در نهایت به این ترتیب ما میتونیم از طریق تعریف نمودار حاصل مربوط به مجموعه جزء مرتب رو به دست بیاریم، اما در ارتباط با روش در واقع مستقیم. یه جورایی هرچند مرتبط با تعریف نمودار حاصل هستش، اما دیگه از کانال گراف سودار جی با اون جهتایی که خدمتتون توضیح دادم دیگه ما برای رسیدن به نمودار حاصل مثالمون قصد نداریم استفاده کنیم. میخوایم به طور مستقیم سریعا نمودار حاصل رو در واقع ترسیم کنیم. خب عضو 1 ما بلافاصله این 1 2 رو عاد میکنه بین اعضایی که در آ وجود داره و این 2 بلافاصله و بدون هیچ واسطه‌ای میتونه 4 رو عاد کنه و این 4 هم بدون هیچ واسطه‌ای میتونه 8 رو عاد کنه. این هم از نمودار حاصل مربوط به مثال 4مون. خب بریم مثال 5 رو ببینیم. مجموعه آ شامل اعضای 2 3 5 و 7 هست و دوباره رابطه آ رو در نظر میگیریم، رابطه عاد کردن که اینم نماد نمایشیش هستش، حالت خط عمود کوتاه در نظر میگیریم. با این توضیحات مجموعه آ و رابطه آر یک مجموعه جزءاً مرتبی هست و میخوایم به طور مستقیم نمودار حاصل مربوط به این مجموعه جزء مرتب رو ترسیم کنیم. خب 2 هیچ کدوم از اعضای مجموعه آ رو عاد نمیکنه، پس از 2 ما هیچ یالی خارج نخواهیم کرد. 3 هم همینطور، 5 هم همینطور و همین موضوع برای 7 هم صادق هست و تمام. این نموداری که ملاحظه میکنید که به هیچ کدوم از اعضای 2 3 5 7 هیچ یالی وارد نشده و همینطور هیچ یالی خارج نشده. به این نمودار میگن نمودار حاصل مربوط به مجموعه جزء مرتب آ و آر مثال
5. بریم مثال 6 رو ببینیم. این دفعه بیایم مجموعه آ رو اینطور در نظر بگیریم. در این مثال شامل اعضای 2 3 5 6 2 3 5 6 7 11 12 35 385. خب یه بار ببینم چیزی رو جا ننداختم. 2 3 5 6 7 11 12 35 385. بله. و رابطه آ رو هم در نظر بگیریم. آد کردن روی مجموعه آ مورد نظر. در این صورت قطعاً ما با یک مجموعه جزء مرتب آ و آر مواجه هستیم که اگر بخوایم نمودار حاصل مربوط به این مجموعه جزء مرتب رو ترسیم کنیم، میایم در لایه پایینی مربوط به نمودار حاصل تمامی اعداد، چون بحث عاد کردن، تمامی اعداد اول رو از مجموعه آ در نظر میگیریم. پس 2 3 5 7 و 11. خب 2 بلا فاصله 6 رو میتونه عاد کنه بدون هیچ واسطه ای. 3 هم میتونه 6 رو عاد کنه و 6 بلا فاصله عضو 12 رو از آ میتونه عاد کنه. خب 5 میتونه عضو 35 رو عاد کنه از مجموعه آ و 7 هم میتونه بدون هیچ واسطه ای 35 رو عاد کنه. 35 هم بدون هیچ واسطه ای میتونه عدد 385 رو عاد کنه و 11 هم همینطور. و تمام دیگه. این شد نمودار حاصل مربوط به مثال مورد نظر. خب بریم و توی مرحله یک تعریف ببینیم. مجموعه جزء مرتب آ و آ رو در نظر میگیریم. دیگه من کلمه مجموعه رو نمی نویسم. مجموعه جزء مرتب آ و آ رو در نظر میگیریم. در این صورت این مجموعه رو یه مجموعه کلا مرتب میگن، به این معنا که به ازای هر دو عضو x و y از مجموعه آ ما داشته باشیم یا زوج مرتب x و y درون آر هستش یا y و x به عنوان زوج مرتب متعلق به مجموعه آر هست. این هم از این. پس مجموعه جزء مرتبی که این خاصیت رو داشته باشه که هر دو عضو مجموعه آ یا زوج مرتب به ازای هر دو عضو x و y از مجموعه آ یا زوج مرتب x و y یا زوج مرتب y و x عضوی از رابطه آر باشه، در این صورت مجموعه متشکل از زوج مرتب آ و آر رو یک مجموعه کلا مرتب یا ترتیبی کلی یا ترتیبی تام هم میگن و به طور اختصار به مجموعه آ در چنین حالتی یه مجموعه ترتیبی تام یا مجموعه ترتیبی کلی هم گفته میشه. خب مثال 7 رو ببینیم. مجموعه n رو بیایم
به همراه رابطه آر، مجموعه این مجموعه اعداد طبیعی به همراه رابطه آر که رابطه آر به این صورت تعریف میشه در نظر بگیریم. هر دو عضو x و y در n اگر داشته باشیم زوج مرتب x و y عضوی از رابطه R هست، بدین معنا که مؤلفه اول که اینجا x هست کمتر مساوی مؤلفه دوم که y هست لحاظ بشه. این کمتر مساوی هم همون کمتر مساوی هستش که ما در بین اعداد میشناسیم و در بین اعداد طبیعی برای ما معروف و شناخته شده هستش. در این صورت مجموعه n و r که یک مجموعه جزءاً مرتبی هست به گونه‌ای خواهد بود که هر دو عدد طبیعی که در نظر بگیریم قطع به یقین یکی کمتر مساوی دیگری هستش. بنابراین با این توضیحی که خدمتتون دادم مجموعه جزءاً مرتب n و r ما در واقع یک مجموعه کلاً مرتب خواهد بود که اصطلاحاً میگن n یک مجموعه ترتیبی کلی هستش. مثال 8 رو ببینیم. بیایم مجموعه جزءاً مرتب پاور مجموعه 3 عضوی 1 2 3 رو با رابطه زیر مجموعه بودن در نظر بگیریم. پس این یک مجموعه جزءاً مرتبه. خب ببینیم آیا این مجموعه یک مجموعه کلاً مرتب هم هست یا نه. در واقع طبق تعریف باید هر دو عضو متعلق به پاور مجموعه 3 عضوی 1 2 3 لحاظ بشه بتونیم به توسط زیر مجموعه بودن اینها رو به هم ربط بدیم. یا اولی زیر مجموعه دومی باید باشه یا دومی زیر مجموعه اولی. مثال نقض رو ببینید. من 2 تا عضو مجموعه تک عضوی 1 و مجموعه تک عضوی 3 رو که متعلق هستن هر دو تایشون به پاور مجموعه 3 عضوی 1 2 3 در نظر میگیرم. هیچ کدوم از اینها زیر مجموعه دیگری نیستن. تک عضوی 1 زیر مجموعه تک عضوی 3 نیست و بالعکس تک عضوی 3 هم زیر مجموعه تک عضوی 1 نیست و این یعنی اینکه ما دو عضو از مجموعه مورد نظر مجموعه جزءاً مرتب پاور 3 عضوی 1 2 3 پیدا کردیم که نسبت به رابطه زیر مجموعه بودن هیچ ارتباطی نسبت به هم دیگه یا بگیم در مقایسه با هم ندارن و این نشون میده که مجموعه مورد نظر کلاً مرتب یا ترتیبی کلی نیستش. خب بریم یه نکته بسیار مهم بگیم. برای هر رابطه ترتیبی جزئی روی مثلا مجموعه مثل آ ما میتونیم به کمک نمودار حاسه و همینطور یه الگوریتمی تحت عنوان الگوریتم مرتب سازی توپولوژیکی به کمک این دو مورد ما میتونیم یک رابطه ترتیبی کلی به اسم تا یا ترتیبی تام به اسم تا روی مجموعه آ داشته باشیم، یعنی به دست بیاریم به طوری که آ رو در بر میگیره. خب بریم
یه مثال بزنیم. به نظر من خیلی بهتره از طریق مثال الگوریتم مرتب سازی توپولوژیکی رو من خدمتتون توضیح بدم تا اینکه بخوام ساختار در واقع تعریف کلیش رو ارائه بدم. خب پس یک مثال میارم. هم نحوه عملکرد الگوریتم مرتب سازی توپولوژیکی به توسط این مثال توضیح داده میشه و همین که از روی رابطه ترتیب جزئی که در مثال روی یک مجموعه به اسم آ معرفی میشه، ما به توسط نمودار حاسه مربوطه و الگوریتم مورد نظر یک رابطه ترتیب کلی تا روی مجموعه آ به گونه‌ای به دست خواهیم آورد که رابطه ترتیب جزئی آر مفروض در مثال رو در بر میگیره. خب بریم مثال 9 رو ببینیم. خب فرض کنید که نقطه شروع ما در این مثال، یعنی یکی از اطلاعات پایه یا فرضیات پایه این مثال ما در دست داشتن یک نمودار حاسه باشه. حالا این نمودار حاسه رو اینطور در اختیار ما قرار دادن که این B هست، از B به A، از ای هم به آ ما یک یال به طور ضمنی سودار داریم. عرض کردم این نمودار حاسه مربوطه هستش. اینم C هست، G F D. بله. خب این از این. پس این نمودار حاسه روی قطع به یقین مجموعه آمونم. حالا من بیام و اسم مجموعه رو آپریم بذارم که چون تشابه اسمی با این رأس و این عضو از مجموعه وجود داره، بنابراین اسم مجموعه رو آپریم میذارم. پس نمودار حاسه مورد نظر روی مجموعه آپریم شامل اعضای A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G. خب من این رو یه مقدار اگر بشه منتقل کنم به پایین. پس فرض اصلی مثال 9 ما این هستش که نمودار حاسه‌ای که ملاحظه میکنید روی مجموعه آپریم شامل اعضای A, B, C, D, E, F و G در واقع مفروض هستش. حالا میخوایم که قطع به یقین این نمودار حاسه مربوط به یک مجموعه جزء مرتب روی مجموعه آپریم هستش که یک مجموعه جزء مرتبه به حالت آپریم و رابطه مثل آر که این آره یک رابطه که ترتیبی جزئی روی مجموعه آپریم هست. حالا میخوایم یک رابطه ترتیبی کلی به اسم تا به گونه‌ای پیدا کنیم که اون آر مورد نظر رو روی مجموعه آپریم به عنوان ترتیبی جزئی بود در بر بگیره. اولا و ثانیاً اون تای عرض کردم باید در واقع ترتیب کلی باشه. خب بریم ببینیم که این الگوریتم چی میگه. میگه از بالاترین لایه مربوط به نمودار حاسه شروع کنید. یعنی اینکه در واقع نقطه شروع ما برای بکارگیری الگوریتم مرتب سازی توپولوژیکی رأسی هست از نمودار حاسه مورد نظر که هیچ یال به طور ضمنی سودار ازش خارج نشه. با توجه به این میشه گفت نمودار حاسه که در این مثال ملاحظه میکنید، ما نقطه شروعمون میتونه هر کدوم از رؤوس D, F یا G باشه، فرقی نمیکنه. مثلا من به طور سلیقه‌ای با D شروع میکنم، بنابراین میام D به همراه تمامی یالهایی که بهش متصل هستن رو حذف میکنم.
بعد میرم سراغ باز حالا رأس بعدی، با این شرط که نباید هیچ یال به طور ضمنی سودار ازش خارج بشه. خب میتونم هم جی رو انتخاب کنم هم اف رو. من به طور سلیقه‌ای اف رو برای حذف انتخاب میکنم و تمامی یالهای متصل بهش هم ناخودآگاه حذف میشن. بنابراین اینجا که دی بود، تو این ساختار باید اف رو بنویسیم و باز با توضیحات مشابه سراغ جی و تمامی یالهای متصل بهش میریم که میشه این هم جی. باز به دنبال در بالایی ترین سطح نمودار خاصه باقی مانده، اون چیزی که الان دارید ملاحظه میکنید، به سراغ رأس یا رؤوسی میریم که در نهایت هیچ یال به طور ضمنی سودار ازشون خارج نشده باشه. یه مورد بیشتر نیستش، پس ما سی به همراه تمامی یالهای متصل بهش رو حذف میکنیم. پس تو این جایگاه میشه سی. باز دیگه حالا من توضیح مکررات رو ندم خدمتتون. این دفعه باید آ به همراه تمامی یالهای متصل بهش حذف بشه. پس تو این جایگاه آ قرار میگیره و بعد بی و ای در یک تراز هستن. هیچ فرقی نمیکنه کدوم یکی از این موارد رو در ابتدا حذف کنیم. خب من میرم به سراغ بی و چون هیچ یالی به طور ضمنی سودار بهش وارد نمیشه، پس بحث حذف یال دیگه ما در این مرحله نداریم. پس من تو این جایگاه بی رو به این ساختار اضافه میکنم و نهایتا این که ای هم آخرین رأسی هستش که باید حذف بشه و شما این روابط رو بین اعضای مجموعه آپریم ملاحظه میکنید. حالا میایم، من باز اضافه ها رو پاک کنم بتونم از این فضا برای نوشتن تاو استفاده کنم. حالا میایم و تاو رو به این صورت می نویسیم. هر کدوم از اعضای مجموعه آپریم با خودش به عنوان زوج مرتب. پس ای و ای، بی و بی، آ و آ، سی و سی، جی و جی، اف و اف، دی و دی. دیگه این دفعه ای با بی، پس میشه ای و بی، ای و آ، ای و سی الی آخر. دیگه من فلش گذاری نمی کنم. ای و جی، ای و اف، ای و دی. خب این دفعه میریم سراغ بی. بی و آ، بقیه رو میبرم پایین می نویسم. بی و سی، بی و جی، بی و اف و بی و دی. خب بریم سراغ آ این بار. پس میشه آ و سی، آ و جی، آ و اف و آ و دی. دیگه بریم سراغ سی با جی. سی و جی، سی و اف و سی و دی. دیگه این دفعه جی و اف رو بنویسیم. جی و اف، جی و دی و آخرش اف و دی و تمام به این ترتیب. خب تا
به عنوان یک رابطه ترتیبی کلی روی مجموعه آپریم به این ترتیب از طریق نمودار حاصل مربوطه به همراه الگوریتم مرتب سازی توپولوژیکی مشخص شد. قطع به یقین رابطه آر مورد نظر رو در بر میگیره که شما میتونید تحقیق کنید، اما خب نیازی به این کار نیست اگر تمامی مراحل نوشتن تا رو با دقت و با تمامی جزئیات رعایت کرده باشید. خب این هم از این مثال که هم یک نمونه برای تعریف الگوریتم مرتب سازی توپولوژیکی بود، همین که از طریق این الگوریتم ما اومدیم روی همین مثال تا رو که آر رو در بر میگیره روی مجموعه به اسم آپریم تعیین کردیم. خب بریم سراغ تعریف. یه تعریف بسیار مهم، تعریف در واقع عنصر ماکسیمال رو میخوایم تعریف کنیم برای یک مجموعه جزءا مرتب. پس آ و آ رو به عنوان یک مجموعه جزءا مرتب در نظر میگیریم. عنصر X متعلق به آ بهش گفته میشه عنصر ماکسیمال در آ. اگر هر عضو آ متعلق به مجموعه آ که داشته باشیم، در واقع من اینطور بنویسم، اگر هر عضو دلخواه آ کوچیک متعلق به مجموعه آ بزرگ داشته باشیم به طوری که X و آ درون رابطه آر قرار دارد، سریعا بتونیم نتیجه بگیریم که این X دقیقاً با خود آ برابر هستش. در واقع این تعریف اینو میخواد بگه عضو X از مجموعه جزءا مرتب آ یک عنصر ماکسیمال برای مجموعه آ هستش اگر هیچ یال به طور ضمنی سودار از در نمودار حاصل رابطه آر از عنصر X خارج نشه. در واقع از لحاظ دیداری و مفهومی تو بحث نمودار حاصل باید بگم که در آخرین لایحه ترسیمی مربوط به نمودار حاصل باید عنصر ماکسیمال X از مجموعه جزءا مرتب آ واقع شده باشه. خب بریم برای تعریف عنصر مینیمال از یک مجموعه جزءا مرتب. خب من فکر میکنم که بیایم این دوتا تعریف رو ادغام کنیم. این بند 1 باشه که مختص عنصر ماکسیمال، عنصر مینیمال رو بریم. باز مجموعه جزءا مرتب آ و آ رو داریم. در این صورت عنصر ایگرگ متعلق به آ رو عنصر مینیمال مجموعه آ میگن، بدین معنا که به ازای هر بیه به عنوان یک عضو از آ اگر B و Y عضوی از آر باشد بلافاصله بتونیم نتیجه بگیریم که B همون Y. یعنی اینکه از لحاظ دیداری و ترسیمی در بحث نمودار حاصل رابطه جزءا مرتب آر روی مجموعه آ اگر هیچ یال به طور ضمنی سودار در نمودار حاصل مربوطه به سمت Y وارد نشه، در این صورت میگیم که Y یک عنصر مینیمال از مجموعه جزءا مرتب آ هستش. خب بریم و مثال 10 رو ببینیم در این ارتباط. خب فرض بفرمایید مجموعه آ هست پاور مجموعه 3 عضوی 1 2 3 و حالا این مجموعه 3 عضوی 1 2 3 رو هم برای راحتی خودمون با یون نشونش بدیم و رابطه آ رو هم روی مجموعه آ رابطه زیر مجموعه بودن در نظر بگیریم. در این صورت قطع به یقین ما
با مجموعه جزء مرتب آ و آر مواجه هستیم. که حالا من این قسمت و این بحث رو بذارم بند 1 از مثال 10مون که اگر نمودار حاصل مربوط به این مجموعه جزء مرتب رو در نظر بگیریم، پایین ترین لایه این نمودار حاصل شامل فقط تهیه. بنابراین تهی تنها عنصر مینیمال مجموعه جزء مرتب مورد نظر هستش. و بعد اگر بالاترین لایه را در نظر بگیریم، مجموعه یو قرار میگیره در نمودار حاصل مربوط به این مجموعه جزء مرتب. پس ما در اینجا فقط یک عنصر ماکسیمال داریم و تمام. خب بند دوم رو ببینیم. حالا این بار در این مثال برای بند 2 بیایم و مجموعه B رو در نظر بگیریم. همه زیر مجموعه های سره از مجموعه آ، یعنی در واقع میشه پاور 3 عضوی 1 2 3 منهای سره که میشه در واقع یو رو باید در واقع خود مجموعه یو رو باید برداریم. یه لحظه. بله، باید مجموعه تک عضوی یو رو بیایم کم کنیم از مجموعه تمامی زیر مجموعه 3 عضوی 1 2 3. خب مجموعه B رو به این صورت در نظر میگیریم و از طریق الغایی که به توسط رابطه مورد نظر، یعنی رابطه آر که در بند 1 به عنوان زیر مجموعه بودن لحاظ شده بود، قطع به یقین میتونیم به همراه این مجموعه B یک مجموعه، حالا چون بحث القایی هست من این رو با آر پریم نشون میدم که این آر پریم همون آر اشتراکش با بی در بی هستش دیگه، این رو میدونیم. حالا من برای خلاصه نویسی از آر پریم استفاده کردم. بنابراین با مجموعه جزء مرتب بی و آر پریم مواجه هستیم در این مرحله. خب اگر نمودار حاصل مربوط به این مجموعه جزء مرتب رو در نظر بگیریم، بالاترین لایه‌ای که در این نمودار حاصل وجود داره در واقع اعضای مجموعه های دو عضوی از در واقع زیر مجموعه های دو عضوی از مجموعه 3 عضوی 1 2 3 هستن. میشه 2 عضوی 1 و 2 2 عضوی 1 و 3 و 2 عضوی 2 و 3. پس اینها تماماً عناصر ماکسیمال رابطه جزء مرتب و مجموعه جزء مرتب بی و آر پریم محسوب میشن و تو پایین ترین در واقع لایه مربوط به نمودار حاصل این مجموعه جزء مرتب ما فقط با تهی مواجه هستیم. پس تهی میشه تنها عنصر مینیمال به این ترتیب. خب بریم مثال 11 رو ببینیم. بند 1 مجموعه جزء مرتب Z و کمتر مساوی رو اگر در نظر بگیریم، الان من یه قطعه ای از نمودار حاصل این مجموعه جزء مرتب رو براتون میکشم. به این ترتیب. خب
شما ملاحظه میکنید که بالاترین لایه و پایینترین لایه برای این نمودار حاصل از مجموعه جزء مرتب Z و رابطه کمتر مساوی ترتیبی جزئی وجود نداره. بنابراین ماکسیمال، عنصر ماکسیمال نداره این رابطه ترتیبی جزئی، و عنصر مینیمال هم نداره به این ترتیب. خب بند 2 مثالمون رو ببینیم. این دفعه بیایم و بحث رو محدود کنیم به مجموعه جزء مرتب n و رابطه کمتر مساوی. خب یک قطعه یا برشی اگر از نمودار حاصل مربوط من ترسیم کنم به این صورت هستش. از پایین به 1 محدود میشه، از بالا دیگه نامحدوده. بنابراین 1 میشه عنصر مینیمال و در واقع تنها عنصر مینیمال ما هست برای این مجموعه جزء مرتب، و عنصر ماکسیمال ندارد. درست شد؟ ندارد. این هم از این. خب مثال های 12, 13 و 14 در واقع نمودارهای حاصلی که درشون مطرح شدن. ما تو مثال قبلی به در واقع نحوه دستیابی به هر کدوم از این نمودارها در مثال مربوطشون پرداختیم. الان من فقط با این 3 نمودار حاصل کار دارم و میخوام نسبت به این نمودارهای حاصلی که در مثالهای 12, 13 و 14 ملاحظه میکنید بیام و اگر عنصر ماکسیمالی هست و اگر عنصر مینیمالی هست تعیین کنم. خب برای مورد 12 8 میشه عنصر ماکسیمال و 1 میشه عنصر مینیمال. برای مورد 13 2 3 5 7 هم میشه عنصر ماکسیمال هم میشه عنصر مینیمال. برای مورد مثال 14 موارد یا اعداد 2 3 5 7 11 عناصر مینیمال هستند و 2 عدد 12 و 385 2 عنصر ماکسیمال هستند. این هم از این 3 مثال با نمودارهای حاصل آماده‌ای که خدمتتون ارائه شد در بحث تعیین عناصر ماکسیمال و مینیمال. یه قضیه وجود داره در ارتباط با میشه گفت وجود یا عدم، حالا بحث وجود رو تضمین میکنه این قضیه، در ارتباط با بحث وجود عناصر ماکسیمال و مینیمال. میگه اگر آ و آر یک مجموعه جزءاً مرتب باشد و تعداد اعضای آ متناهی باشه، یعنی آ یک مجموعه متناهی باشه، در این صورت قطع به یقین ماکسیمال و مینیمال وجود دارد. خب حداقل ما 1 مورد ماکسیمال و حداقل 1 مورد مینیمال داریم که حالا بسته به رابطه ترتیبی جزئی که باش مواجه هستیم میتونه دقیقاً هر کدوم از اینها 1 مورد باشه یا بیشتر از 1 مورد. خب بریم تعریف مهم بعدی رو بپردازیم. تعریفی هستش مرتبط با عناصر کوچکترین و بزرگترین یک مجموعه جزء مرتب. بنابراین فرض بفرمایید آ و آر یک مجموعه جزء مرتب باشه. بند 1 تعریف. عنصر X متعلق به آ رو میگن کوچکترین عنصر از مجموعه آ، بدین معنا که هر عضو آ متعلق به مجموعه آ بگیریم زوج مرتب X و آ عضوی از اعضای رابطه آر باشه. و تو بحث بزرگترین عنصر Y متعلق به آ رو اصطلاحاً میگیم بزرگترین عنصر یا عنصر ماکسیموم. قبلی رو هم عنصر مینیموم میگیم. پس برای مورد 2 Y رو به عنوان بزرگترین عنصر مجموعه آ در نظر میگیریم اگر هر عضو آ
متعلق به مجموعه آ زوج مرتب آ و ایگرگ عضوی از اعضای آر باشه نسبت به اون عضو آی کوچیک و ایگرگ مورد نظر. خب این هم از تعاریف مرتبط با کوچکترین و بزرگترین عناصر احتمالی موجود در یک مجموعه جزء مرتب. خب قضیه رو ببینیم. قضیه میگه که اگر آ و آر یک مجموعه جزء مرتب باشد و ماکسیمال و مینیمال هر حالا موجود باشند، این فرضیات باید باشه. در این صورت عناصر ماکسیمال و مینیمال منحصر به فردند. یعنی در صورت وجود ماکسیمال و مینیمال منحصر به فرد هستند. بنابراین طبق این قضیه برای یک مجموعه جزء مرتب باید بگیم که یا درباره عناصر ماکسیمال و مینیمال یا اصلا نداریم این عناصر رو، هر کدوم به تنهایی ها، یعنی اینا به همدیگه وابسته نیستن. ممکنه که مثلا ماکسیمال نداشته باشیم، مینیمال فقط یه دونه داشته باشیم. بنابراین به طور مجزا این نتیجه رو و این فرضیات رو برای فقط ماکسیمال و فقط مینیمال میتونیم لحاظ کنیم. پس اگر مجموعه جزء مرتبی داشته باشیم، اینطور بگم، یا ماکسیمال نداریم یا دقیقاً یه دونه داریم. درباره مینیمال چی میتونیم بگیم؟ در این مجموعه جزء مرتب یا عنصر مینیمال نداریم یا اگر داریم فقط و فقط یه دونه هستش. این مطلبی هست که این قضیه میخواسته به ما انتقال بده. خب بریم مثال 15 رو ببینیم. در این مثال اومده که یو رو بگیریم مجموعه 3 عضوی 1 2 3 و آر رو هم رابطه زیر مجموعه بودن اگر لحاظ کنی، قطع به یقین اتفاقی که میفته این هستش. با فرض اینکه آ پاور این یو هست، قطع به یقین ما آ و آر رو به عنوان یک مجموعه جزء مرتب داریم. خب این فرضیات رو اگر لحاظ کنیم، حالا بند 1 مثالمون رو ببینیم. در این صورت خب بیام بند 1 رو دقیقاً به این آ اختصاص بدم. پس یو رو به عنوان مجموعه 3 عضوی 1 2 3 داریم و آر رو هم به عنوان رابطه زیر مجموعه بودن. تو بند 1 میایم مجموعه آ رو لحاظ میکنیم، مجموعه توانی مجموعه 3 عضوی یو مورد نظر. در این صورت اگر نمودار حاصل مربوط به مجموعه جزء مرتب آ و آر رو برای بند 1 مثال 15 مون در ذهن حاضر کنیم، در پایین ترین لایه ممکنه نمودار حاصل تهی قرار میگیره و در بالاترین در واقع لایه یو قرار میگیره. با این شرایط جانبی که از تهی ما در نهایت وقتی که به گراف سودار ژ از روی نمودار حاصل میرسیم، نسبت به بند 1 که در این مثال مطرح شده، این تهی به تمامی اعضای میشه گفت پاور یو هم ارتباط داره از طریق تعدی هایی که اتفاق میفته، نتایج تعدی که اتفاق میفته. و اینکه درباره یو هم ما اینطور داریم که از تمامی اعضا یک یال سودار ما در گراف
سودار مربوط به رابطه مجموعه جزء مرتب مورد نظر به سمت یو خواهیم داشت. بنابراین با این دو دسته توضیح کلی که خدمتتون ارائه دادم، توهی میشه کوچکترین عنصر و یو میشه بزرگترین عنصر. خب بریم بند 2 مثال رو ببینیم. با همون یو و همون آر این دفعه بیایم بی رو بگیریم، مجموعه زیر مجموعه های ناتوهی، یعنی اینکه توهی رو باید از پاور یو حذف کنیم. پس پاور یو منهای تک‌عضوی توهی. خب مجموعه بی که به این صورت باشه، نمودار حاصل رو لحاظ کنید. خب دیگه پایین ترین لایه ممکنه در نمودار حاصل شامل 3 عضو تک‌عضوی 1 تک‌عضوی 2 و تک‌عضوی 3 هست، چون توهی دیگه حذف شده، و بالاترین لایه هم یو هستش. خب ما در واقع کوچکترین عنصر نداریم، در حالی که بزرگترین عنصر برای مجموعه جزء مرتب B و رابطه R پریم که از روی R به B القا میشه که همون B در B اشتراکش با R هستش، برای این مجموعه جزء مرتب ما U رو در نهایت بزرگترین داریم، در حالی که کوچکترین عنصر وجود نداره. اما 3 تا زیر مجموعه تک‌عضوی یو مورد نظر، یعنی مجموعه تک‌عضوی 1 مجموعه تک‌عضوی 2 و مجموعه تک‌عضوی 3 عنصر مینیمال هستن. چون بحث کوچکترین و بزرگترین فعلا در این مثال مطرح هست، بنابراین من اینطور می نویسم: کوچکترین تو این بند نداریم و یو میشه بزرگترین. و تو توضیحاتم هم عرض کردم، مجددا هم تکرار میکنم، درست کوچکترین نداریم، اما 3 تا عنصر تک‌عضوی 1 مجموعه تک‌عضوی 2 مجموعه تک‌عضوی 3 به عنوان 3 تا عنصر مینیمال هستن و یو که بزرگترین هست عنصر ماکسیمال هم محسوب میشه. بریم مثال بعدی رو ببینیم. در مثال 16 مجدداً به نمودارهای حاصل مربوط به مثالهای 4، 5 و 6 همونطور که در واقع روی تخت وایت بورد ملاحظه میکنید مراجعه میکنیم و میخوایم درباره بزرگترین و کوچکترین و وجود این 2 تا عنصر نسبت به هر کدوم از این نمودارهای حاصل با همدیگه صحبت کوتاهی رو داشته باشیم. برای این نمودار حاصل 8 بزرگترینه و 1 کوچکترین هستش. برای این نمودار حاصل ما نه بزرگترین داریم و نه کوچکترین داریم. برای این نمودار هم عنصر بزرگترین و کوچکترین وجود نداره. خب من هم عناصر بزرگترین و کوچکترین رو یک بار دیگه مرور میکنم، هم درباره بحث جمع‌بندی عناصر ماکسیمال مینیمال هر کدوم از این در واقع نمودارهای حاصل در واقع یادآوری‌های لازم رو انجام میدم. برای این مورد 8 علاوه بر این که عنصر ماکسیمال هست عنصر بزرگترین هم هست و 1 علاوه بر این که عنصر مینیمال هست عنصر کوچکترین هم هست. برای این مورد ما نه عنصر بزرگترین داریم نه عنصر کوچکترین داریم، اما عناصر 2، 3، 5، 7 هم ماکسیمال هستن و هم مینیمال. برای این مورد نه بزرگترین داریم و نه کوچکترین، اما عناصر 2، 3، 5، 7، 11 عناصر در واقع مینیمال ما محسوب میشن برای مجموعه جزء مرتب مورد نظر و عناصر 12 و 385 ماکسیمال ما محسوب میشن. پس در حالی که برای این نمودار حاصل نه عنصر بزرگترین و نه عنصر کوچکترین وجود نداره. خب بریم برای یه تعریف بسیار مهم. خب آ و آر رو در این تعریف به عنوان یک مجموعه جزء مرتب در نظر میگیریم. و همینطور بی رو
به عنوان زیر مجموعی از آ لحاظ میکنیم. خب من ترجیح میدم یک شکل خیلی ساده داشته باشم که توضیحاتم ملموس تر باشه. این الان مجموعه آ هست، اینم مجموعه بی هستش. در این صورت بند 1 تعریف، عنصر X متعلق به آ رو یک کران پایین مجموعه B میگن. پس من اینجا بنویسم X متعلق به آ کران پایین از آ، کران پایین B نسبت به آ، کران پایین مجموعه B. نسبت به مجموعه آ میگن هرگاه به ازای هر بی متعلق به بی ما داشته باشیم X و B به عنوان زوج مرتب عضوی از اعضای آر هستش. درست شد؟ این است. عرض به خدمتون که تو بند بعدی تعریف من میخوام درباره بزرگترین کران پایین در واقع بحث تعریفم رو تکمیل کنم. عنصر X' متعلق به آ رو اصطلاحاً میگیم بزرگترین کران پایین که با حالت اختصاری GLB Greatest Lower Bound، خب GLB هم نمایشش میدیم. پس این رو بزرگترین کران پایین مجموعه B نسبت به مجموعه آ میگیم هرگاه در واقع 2 تا اتفاق بیفته، هم X' یک کران پایین باشه و همین که X' بزرگترین کران پایین باشه. خب کران پایین بودن X' برای B که در بند 1 نحوه تعریفش مشخص شده، اما اینکه بزرگترین باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه به ازای هر کران پایین دیگری به اسم X سگوند متعلق به آ که این یک کران پایین B نسبت به آ هستش، ما داشته باشیم X سگوند و X، چون X' قراره بزرگترین باشه، X سگوند و X' به عنوان یک زوج مرتب عضوی از اعضای آر باشند به این ترتیب. خب بریم این تعریف رو تطبیق بدیم در نهایت برای کران بالا و کوچکترین کران بالا. پس تعریف بعدی ما به این صورت میشه. فرض بفرمایید آ و آر یک مجموعه جزءاً مرتب باشن و B زیر مجموعه از آ باشه. در این صورت خب باز من یک ترسیم خیلی ساده داشته باشم. در این صورت عنصر Y متعلق به آ رو یک کران بالای مجموعه B نسبت به مجموعه آ میگن، به این معنا که به ازای هر عضو B از مجموعه B ما داشته باشیم زوج مرتب B و Y
عضوی از اعضای آر هستش، عضوی از اعضای رابطه آر هست. خب این از این. بند دوم تعریفمون به کوچکترین کران بالا اختصاص داره و میگه عنصر، مثلا بگیم ایگرگ پریم متعلق به آ کوچکترین کران بالا برای مجموعه بی هست که با نماد اختصاری LUB که مخفف لیست آپر باند هست در واقع گاهن نمایش داده میشه. پس ایگرگ پریم متعلق به ببینم من توی شکل قبلی براتون ایکس پریم رو باید مثلا لحاظ ترسیمی اینجا در نظر میگرفتم. خب الان میخوام بگم ایگرگ پریم کجا قرار داره. ایگرگ پریم در یه همچین جایگاه فرضی قرار داره. خب ایگرگ پریم به عنوان کوچکترین کران بالا هستش، به این معنا که اولا ایگرگ پریم یک کران بالا باشه برای بی نسبت به آ و ثانیاً ایگرگ پریم کوچکترین کران بالا باشه. خب اینکه ایگرگ پریم کران بالا باشد در بند یک این تعریف اومده، اما اینکه کوچکترین کران بالا باشه به چه معنا هست؟ یعنی اینکه هر کران بالای دیگری به اسم ایگرگ سگوند نسبت به آ برای مجموعه B که لحاظ بشه ایگرگ پریم از اون کوچکتر باشه، یعنی اینکه زوج مرتب ایگرگ پریم و ایگرگ سگوند عضوی از اعضای رابطه آر باشه. خب اینجا مثلا میشه ایگرگ سگوند و توی شکل قبلی هم چون ما بحث ایکس سگوند رو استفاده کردیم، مثلا ایکس سگوند جایگاهش میتونه در این تراز قرار بگیره. خب این هم از در واقع بیان مفاهیم کوچکترین کران بالا و بزرگترین کران پایین. خب بریم و مثال ببینیم. مثال 17. بله. مجموعه یو رو گفته 4 عضوی 1 2 3 4 در نظر بگیریم. و آ رو منظور کنیم پاور این مجموعه توانی این مجموعه، و رابطه آر رو هم رابطه زیر مجموعه بودن در نظر میگیریم. روی مجموعه آ مجموعه بی رو هم شامل تک عضوی 1 مجموعه تک عضوی 1 مجموعه تک عضوی 2 و مجموعه 2 عضوی 1 و 2 در نهایت بی به عنوان زیر مجموعه منتخب از مجموعه آ لحاظ شده. حالا میخوایم بیایم همه کرانهای بالای بی رو نسبت به مجموعه آ و کوچکترین کران بالای بی نسبت به مجموعه آ رو تعیین کنیم. همه کرانهای بالای مجموعه بی نسبت به آ در نهایت زیر مجموعه هایی از یو هستند که شامل 1 و 2 هستند، 2 عضوی 1 و 2 هستند. بنابراین کرانهای بالای بی میشن 2 عضوی 1 و 2 3 عضوی 1 و 2 و 3 3 عضوی 1 2 4 و خود مجموعه یو، یعنی 1 2 3 4. اینها تماما مجموعه های و اینطور بگم کل مجموعه هایی هستند که شامل
زیر مجموعه دو عضوی 1 و 2 از مجموعه یو هستن. خب تمامی اینها کرانهای بالای بی هستن و تمام کرانهای بالای بی هم دقیقاً همین 4 تا مجموعه لحاظ میشن. حالا کوچکترین کرانه بالا میشه مجموعه دو عضوی 1 و 2 و این در واقع همون الیوبی مورد نظر هست. لیست آپر باند مربوط به مجموعه B در مقایسه با مجموعه A و در واقع نسبت به مجموعه جزء مرتب A و R هستش. عرض به خدمتتون که حالا بریم تمامی کرانهای پایین مجموعه B رو نسبت به مجموعه A پیدا کنیم و بعد ببینیم که آیا بزرگترین کران پایین برای مجموعه B نسبت به A وجود داره یا نه. همه کرانهای پایین فقط تهیه که هم زیر مجموعه از تک عضوی 1 هم زیر مجموعه از تک عضوی 2 هم زیر مجموعه از دو عضوی 1 و 2 باشه. یه دونه بیشتر نیستش. حالا بزرگترینش باز میشه خودش. بنابراین این تهی که در واقع تنها کران پایین مجموعه B نسبت به مجموعه A هستش greatest lower bond ما هم حساب میشه. پس این هست GLB به این ترتیب که البته میبینید که متعلق به مجموعه B هم نیست و لیست آپر باند مجموعه B اما متعلق به مجموعه B بود. درست شد؟ پس ممکنه بزرگترین یا کوچکترین عضو مجموعه B باشد در حالت کلی یا نباشد و البته ممکنه اصلا در واقع حالا بریم و مثالهای بعدی رو ببینیم با جزئیات دقیق‌تر در مثال بیایم شرایط دیگر رو خدمتتون توضیح بدیم، چون اگر بخوام کلی بگم یه مقدار شاید گیج کننده باشه. فعلا مطلبی که مربوط به مثال 17 بود رو دریافت کنید تا مطالب بعدی به مرور اضافه میشه. خب مثال 18 رو ببینیم. گفته آ رو رابطه یک کمتر مساوی که در بین اعداد ما میشناسیم در نظر بگیریم و مجموعه آ و آر هم به عنوان یک مجموعه جزء مرتب لحاظ بشه که جزئیات آ رو مثلا تو بندهای مختلف این مثال خدمتتون ارائه میدم. مثلا تو بند 1 منظور از آ دقیقاً مجموعه اعداد حقیقی هستش و منظور از B به عنوان زیر مجموعه از A بازه بسته‌ای 0 و 1. حالا مجموعه کرانهای بالای مجموعه B نسبت به A بازه بسته 1 تا بی نهایته. یعنی هر عدد حقیقی که از 1 بیشتر یا مساوی باشه یک کران بالا برای مجموعه B نسبت به A محسوب میشه و در واقع کوچکترین کران بالای مجموعه B نسبت به A میشه 1. پس 1 در واقع کوچکترین کران بالا هستش، الیوبی. بریم درباره کرانهای پایین و بزرگترین کران پایین با هم صحبت کنیم. خب این رو هم بگم که 1 متعلق به B هست تو این مثال. تمامی اعداد حقیقی کمتر مساوی 0 یک کران پایین برای B نسبت به A محسوب میشن و بزرگترین اونها میشه 0. پس 0 در واقع میشه greatest lower bond این مجموعه B نسبت به آیی که لحاظ شده که این 0 هم مجددا میبینید که درون مجموعه B قرار داره. خب بند دوم مثال رو بریم بپردازیم. بند 2 مثال اختصاص داره به این موضوع که این دفعه آ رو همون آر در نظر بگیریم اما B رو منظور کنیم بازه باز 0 و بسته 1. خب هر عدد حقیقی بیشتر مساوی 1 یک کران بالا برای B نسبت به A هستش و کوچکترین کران بالا میشه 1
که عضوی از B هست و در واقع کوچکترین کران بالا محسوب میشه برای B نسبت به A. تمامی اعداد حقیقی کمتر مساوی صفر به عنوان در واقع هر عدد حقیقی کمتر مساوی صفر یک کران پایین برای B نسبت به A هستش و بزرگترینش صفره. پس صفر برای مجموعه B نسبت به A greatest lower bound مجموعه B هست، اما کاملا واضحه که متعلق به مجموعه B نیستش این صفر. خب اینم از این. بند سوم رو ببینیم. مجموعه A رو همون R در نظر بگیریم و مجموعه B رو بیایم تو این قسمت اینطور لحاظ کنیم. کیوهایی عضو اعداد گویا که توان دوشون اکیداً از 2 کمتر هستش. خب در واقع این نامساوی نشون میده که اعضای کیو متعلق به B اکیداً از منفی رادیکال 2 بیشترند و از رادیکال 2 به صورت اکید کمتر هستند. بنابراین هر عدد حقیقی بزرگتر مساوی رادیکال 2 یک کران بالا برای B محسوب میشه و کوچکترین کران بالاش میشه رادیکال 2. پس رادیکال 2 در واقع لیست آپر باند این مثال محسوب میشه که چون یک عدد گویا نیست پس متعلق به B نیستش و همینطور هر عدد حقیقی کمتر مساوی منفی رادیکال 2 به عنوان یک هر عدد حقیقی کمتر مساوی منفی رادیکال 2 به عنوان یک کران پایین برای مجموعه B نسبت به A محسوب میشه، در حالی که منفی رادیکال 2 به عنوان greatest lower bound مجموعه B نسبت به مجموعه A هست، در حالی که باز این عضو متعلق به مجموعه B نیستش. خب بریم مثال در واقع بند 4 از مثالمون رو ببینیم. بیایم این دفعه A رو به جای اینکه R در نظر بگیریم مجموع اعداد گویا در نظر بگیریم و B رو تغییر ندیم، یعنی B بشه عضوهای کیو کوچیک متعلق به مجموع اعداد گویا به طوری که توان دوشون از 2 اکیداً کمتره. خب باز این نامساوی اکید ما رو میرسونه به این موضوع که کیو بین منفی رادیکال 2 هست به حالت اکید و رادیکال 2 اکید و کمتری اکید از رادیکال 2 هستش. حواسمون باشه که مجموعه اصلیمون که B زیر مجموعه از اون هستش مجموعه تمامی اعداد گویا هست. اگر قرار باشه که در واقع ما به دنبال مجموعه کرانهای بالا برای مجموعه B نسبت به A باشیم، میگیم تمامی اعداد گویایی که از رادیکال 2 بیشتر مساوی هستند در واقع یک کران بالا برای مجموعه B محسوب میشن. بنابراین کوچکترین کران بالای مجموعه B میشه رادیکال 2 که رادیکال 2 هم یک عدد گویا نیستش و در واقع متعلق به مجموعه اصلی یعنی A نیست. بنابراین خواهیم گفت B دارای در واقع مجموع کران بالاش ناتوهیه اما کوچکترین کران بالا ندارد. پس من اینجا می نویسم لیست آپر باند نداره
با همین توضیح منتها برای بحث کرانهای پایین و نهایتاً بزرگترین کران پایین خواهیم داشت که هر عدد گویای کمتر مساوی رادیکال 2 به عنوان یک کران پایین B نسبت به مجموع اعداد گویا یعنی مجموعه A محسوب میشه. قاعدتاً باید منفی رادیکال 2 به عنوان بزرگترین کران پایین محسوب بشه، اما منفی رادیکال 2 عدد گویا نیست، بنابراین ما greatest لایر باندمون وجود نداره. پس مجموعه B نسبت به مجموعه A دارای کرانهای بالا و کرانهای پایین هست، اما کوچکترین کران بالا و بزرگترین کران پایین برای مجموعه B نسبت به مجموع اعداد گویا وجود خارجی نداره. خب بریم یه قضیه درباره LUB و GLB ببینیم. این قضیه میگه که اگر A و R، من دیگه توضیحش رو فقط بدم، A و R یک مجموعه جزء مرتب باشه و B زیر مجموعه از A لحاظ شده باشه، در این صورت B حد اکثر یک LUB یا GLB داره، یعنی اینکه یا LUB ندارد یا اگر دارد فقط یه دونه داره و همینطور یا GLB ندارد یا اگر دارد فقط یه دونه داره. خب بریم آخرین تعریف مربوط به این جلسه رو خدمتتون ارائه بدیم. تعریف شبکه یا بگیم مشبکه درست تر هستش. مجموعه جزء مرتب A و R رو در نظر میگیریم. این A و R که جزء مرتبه بهش اصطلاحاً مشبکه گفته میشه یا یک مجموعه مشبکه بهش گفته میشه اگر داشته باشیم به ازای هر دو عضو X و Y متعلق به مجموعه A هم لیست آپر باند مجموعه دو عضوی X و Y عضوی از A باشه و همین که greatest لایر باند این مجموعه دو عضوی از A باشه. این هم از تعریف مشبکه. خب مثال 19 رو ببینید. مجموعه جزء مرتب N و رابطه ترتیبی جزئی کمتر مساوی رو در نظر بگیریم. خب این مجموعه مشبکه است چون هر دو عضو مثلا A و B متعلق به N رو که لحاظ کنیم، در این صورت طبق تعریف LUB اون دو عضو و همینطور GLB اون دو عضوی از اعضای مجموعه اعداد طبیعی هستن. پس این یه مشبکه هستش. مثال 20 رو ببینیم. مجموعه یو رو در نظر میگیریم 3 عضوی 1 2 3 و مجموعه جزء مرتب پاور این مجموعه به همراه رابطه ترتیبی جزئی زیر مجموعه بودن رو که لحاظ کنیم، در نهایت این پاور یو و زیر مجموعه بودن تشکیل یک مجموعه جزء مرتب میده که اتفاقا از نوع مشبکه هم هستش، چرا که هر دو عضو پاور یو مثل S و T رو که در نظر بگیریم، در این صورت LUB این S و T نسبت به رابطه ترتیبی جزئی زیر مجموعه بودن در واقع کوچکترین کران بالا هستش. این در میاد S
اجتماعش با تی که عضوی از اعضای پاور یو هست، چرا که اجتماع دو زیر مجموعه از یو خودش یه زیر مجموعه از یوه، پس عضوی از پاور یو میشه. خب این از این گریتست لایر باند این دو مجموعه هم، این دو عضو هم از پاور یو که میشه اس اشتراکش با تی، از اونجایی که اشتراک هر دو زیر مجموعه از مجموعه یو همچنان زیر مجموعه ای از مجموعه یو هست، بنابراین عضوی از اعضای پاور یو خواهد بود و این یعنی این که در واقع این مجموعه جزء مرتب هم مشبکه هستش. اما مثال آخر رو ببینیم، مثال 21. مثال 6 رو من از لحاظ نمودار حاسه فقط یادآوریش رو خدمتتون داشته باشم. خب اگر خاطر شریفتون باشه مثال 6 به گونه‌ای بود که نمودار حاسش به این فرم میشد. خب الان ما با یک مجموعه جزء مرتب مربوط به مثال 6 مواجه هستیم که نمودار حاسه هم ارائه شده. حالا میخوایم ببینیم آیا این مجموعه جزء مرتب از نوع مشبکه هستش یا نه. من میام اعضای 3 و 5 رو از مجموعه آی مورد نظر انتخاب میکنم و میرم سراغ تعیین لیست آپر باندش. در واقع کوچکترین کران بالای مجموعه دو عضوی 3 و 5 نسبت به بحث آد کردن، نسبت به رابطه آد کردن، چون رابطه آد کردن رابطه‌ای بود که در مثال 6 مطرح شده بود. خب این لیست آپر باند این مجموعه دو عضوی 3 و 5 میشه 15. خب این 15 متعلق به مجموعه آ نیستش. همین یک دلیل کافی هست که بگیم در نهایت آی مورد نظر که شامل اعضای 2 3 5 7 11 6 12 35 385 هستش به همراه رابطه آد کردن که حالا به اسم آر نمایشش بدیم که یک مجموعه جزء مرتبی بود از نوع مشبکه نیست. و تمام. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.